سلام بچه ها، من بامداد گیمر هستم و پارت نهم از اینجا شروع میکنیم، از دم پورتال. بله بالاخره پورتال رو پیدا کردم. به چه بدبختی. الان ساعت 19:25 یعنی ساعت 7. من از ساعت 5:30 داشتم بازی میکردم تا این پورتال رو پیدا کردم. خیلی خوشحالم بالاخره برگشتم به اوورورلد. من خوشی دارم. برداشته شدیم آب بریزیم تو آب. این مواد مذابم برمیداریم. بکنم نهایت بشه کنم هر برمی داشتم بریزیم تو آب. یه جای باید بالاخره تمام بشه. نمیشه که بی نهایت بشه. نمیتون چی داریم. تنها چیزی که بی نهایتیه پوشه زیر کاغت منه. بی چخ دادم اینجا رو کلا. ما از اینجا شروع کردم پس باری کنم اینجا میشون گرشته. بابا پورتال گوزیه نده. ولی انصافا بچه ها تو نیدر دو پارت کامل هدر دادیم. یه پارتش که یکم خوبتر. وای من بلاک پارت میخوام. این دفعه 3 تا آیرون پیکت درست میکنم. این هم با خودم چوب میبرم. بتروت هم با خودم میبرم. وای خیلی بد گذشت بهم. خیلی نه دیگه کل بسه. این همه کل داریم. آیرن ما 2 تا بلاک آیرن نداشتیم بچه. راستی ما کلا آیرن نداریم. دیک یه لو بدم و بذارم بکپم. ولی بچه انصافا خیلی اونجا بد گذشت بهم. ما خوب حالا باید بریم با این بودن پیککسمون. ولی انصافا چقدر گل پیککس رو میخود. خیلی مزخرف و 4 تا بود. کلی چوب میخوایم. همطوری نباید بریم ندر مثل اسخورا مثل من. هیچ وقت مثل من بدون تجهیزات نرید ندر. کاش اندر چست داشتم. که میذاشتم یکیشو تو اینجا یکیشو تو اینونتوری. یکی 2 تا اینونتوری داشتم دیگه. یه دونه اینونتوری خودم، یه دونه که اندر چست. برو بابا من ترغیب نمیشم. چرا میشه ترغیب نمیشم. نمیخوام. اول از هر کاری
میریم تا خورخوره چی؟ میریم تا خرخره استون میکنیم که باش استون پیککس درست کنیم. بعد با اون بریم آیرون بکنیم و آیرون پیککس درست کنیم و همطوری پیککس اون رو لول اپ کنیم تا برسه به جایی که 3 تا آیرون پیککس داشته باشیم. فعلا 3 تا استون پیککس درست میکنیم. انقدر استون پیککس درست میکنم پیککس رو میخوام درست کنم برم میده. یس آیرون اونم ردیف شد. بچه خوبه اینکه با وودن کاش اونجا هم وود داشت، کاش اونجا هم چوب داشت، کاش اونجا چوب داشت. نه چرا؟ مشکل اینجاست منبع طبیعی ندارد نظر هیچی، همه چی باید اووربورد با خودت ببری حتی غذا. ولی انصافا عجب تجربه‌ای به دست آوردم اونجا با اون کوارتزا. بچه قشنگ من میخوام 64 تا چوب خالص داشته باشم برم نداریم و حوصله ندارم اینجا خودمو پاره کنم، یعنی خالص کامل. چند تا شد؟ 14 تا. بینگ 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 56 تا. خب 56 خب قاعدتا باید 2 تا دیگه بکنیم ولی من بیشتر از 2 تا میکنم. بچه ها میدونستید بعد از این میخوایم بریم ترسیم که برمون رو برداریم و یه راست بریم نده. من شکر کردم میکنم میرستم که درست درست میکنم. بینگ 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 یه دونه crafting table رو میذاریم اینجا. استون پیککس کجا بود؟ معدن کجا بود؟ کجا بود؟ اوی فاک رید. بچه ها من ویدیو رو قطع میکنم، حسابشون رو میرسم دور بس میکنم. خب بچه ها اون ریده زد پکوندمون ولی آخر رو کشتمشون و اینم وسایلم بدم برشون دارم. چقدر پاد بریم. او نگو که یکی دیگه اونجاست. کجایی؟ هنوز بوتای سلامو با عوض نکردم. بچه ها بریم تو معدن و کلی آیرن به دست بیاریم. بعدش هم میرویم و یک معدن دیگر رو غارت میکنیم و کلا من الان آیرن میخوام بچه ها.
مامانشو جلو خودش کشتم. تو دیگه یتیم میتونی بری زندگی. فکر کنم اینجوری با هم ارتباط برقرار شد. خیلی تم دارم اکر بچه مطمئنه اونا که رید زد حمله میکنه مطمئنم وودلند منش اینجا همین دورو باشه. وودلند منش به من نگو اسکور. به من نگو. الان 12 دقیقه گذشته و من هنوز نرفتم نده. بلش کنم اینا خوبه. بیشتر میخوایم. بیشتر. من دیگه نمیخوام تو ندر گم بشم. حالا بچه خیلی سختی شدم چون تو ندر گم شدم دیگه عمرن و اصلا راه نداره. دیگه بریم تا شب نشده. بریم ندر. کوش این از این دیگه الان آماده این بریم ندر. بریم ندر. یادم رفت میخوام خونه این داشتمونو با زومبی گک بذارم بپکنم ولی نمیکنم. بیا نداره. خب میکپیم بعد میرویم. فکر خوبیه. خب امیدوارم که راضی باشید. این از کپیدنمون. این چیه؟ ریسپان پوینت ستمونم میذاریم اونجا. خونمون کجاست؟ خونمون کجاست؟ تو باغچه. اینجا رو یکم بکنیم. میخوایم بریم نده. بچه من نمیدونم همه چی میخوام بریم نده. میگم خب الان میخوام بریم نده. بعد میگم بیاین اینجا رو هم بکنیم دیگه کل ویدیو وقتش میره. چرا من بالم؟ اینجا بیا تو پسندم من بد من خلاص من زدم پکندم بابا مامانشو. ولی بچه اون سری قبلی که رفته بودیم ندر مشکل ما کمبود استون نبود. مشکل ما کمبود بود. الان دیگه آماده این بریم. بالاخره میخوایم بریم.
دیگه انقدر کشش ندیم. بریم بتود بریم. برنس یادم رفت. بریم. آها اونم از پورتال. بریم دیگه بچه این دفعه کلا میخوایم بریم. اینم که چشمم روشن. شطورای مولا نصرالدین. نه نکنه رید باشه. اگه رید باشه من میدم. نه مولا نصرالدین هم باشون هست. بریم. ای یادم رفت بپوشم بوتامو. بپوشم نه چقدر زیادن بکار. نه چقدر کوچولو شدن. بدم کنی کجایی؟ اینم مال اینا اینچنت شده است ولی من باشون رفیقم نمیزنم. البته باشون رفیق نیستم اگه بزنم. نه بذار من درس نمیگیرم هیچ وقت. باید اینجا رو اسکرین بگیرم. 883 بزن اسکرینو. بریم. به قرآن اگه گم کنم. این دفعه من اومدم که لولمو 30 کنم. شد نه قدم نمیرسه. الان چی؟ نه الان چی؟ چرا؟ ای بچه ها من این فکر دارم. بچه ها این 46 تا کابلستون رو میذاریم. بعد با همین استون پیککسمون دوباره براشون میده. ولی انصافا مزخرفترین چیز طلاه. هم نایابه. فقط خوشگله. دیگه هیچی. آیرن هم ازش بهتره. والا آیرن خیلی بهتر از طلا. نه این که لولمون 27. اوی داد مود کردیم. نداد دو اول فرد بهتره ندرک زیاد نکنیم مگه نه بردم به چوخ سگ میره. نه من نمیخوام تو رو بکشم. البته اگه میخواستم میتونستم حتما میکشم ولی حالا چون میزنید با رفیقا لطفا میکنین پس یه لحظه لک شد. بچه همیشه بهتون پیشنهاد میدم ماینکرافت رو کامپیوتر بکنید. خیلی هم لگ میشه هم رو مخ اکانت ساختنش. مثلا اکانت دارم ندارم.
باش مندین داشتین چون نظرش بیشتر از هر چیزی کنده میشه ولی بیشتر از هر چیزی هم به این لعنتی ضرر میزنه. من چند تا کوارتز داریم به بلاک تبدیلشان میکنیم. بلاک آف کوارتز خوشگل ترین چیزی که من تا الان دیدم. برو بابا دردی میخوره به هیچ دردی نمیخوره. برو بابا من 6 تا بلاک میتونم با این درستم. برو کنار. ای بابا تو رو خدا. یه 7 تا خود کوارتز رو به من نمیده اون پره. خب قارچ به دردمون نمیشه پس اینو اینطوری میذاریم بهش کوارتز برمیداریم به جایی کوارتز ای منو باش خدا گرسنمه باره خورش یه صدای مختوفی اومد. بچه ها کجاست؟ پورتال هم میبینم لیول هم که شد 27 و تقریبا نیم. رو سقف چیز نیست رو سقف سزنه رو سقف که فقط گلوستان هست چیز خاصی نیست. وای اینجاست فقط میشه با وای نه من نمیام پایین همینی که هست نمیرم اینو مخوام قهله نمیدم وای وای نه 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 تو رو خدا بیام به تو بمالونم تو هم بگوزی چیب نه بسوزی نشسته بچه برای انصافا چقدر کیفیه. بلاک آف کوارتز چیزی خوشگلی و باحالی بلاک آف کوارتز ندیدم من. جایی هم به خفنی ندر ندیدم. البته بدبختی هم داره. اگر میخواین بدبختیشو ببینید برید 2 پارت قبلی رو ببینید. یعنی اگه میخواین بدونید برید 2 تا پارت قبلی رو ببینید کاملا آشنا میشید. اونجا کار دستی منو اینجا هم اومدم یعنی اونجا پورتالمه بعد من اینجا رو ساختم. وای چقدر غم‌انگیز. بچه ها الان تقریبا یه روز و 8-7 ساعت از پارت 8 میگذره و اگه همون موقع میگشتم اگه همون موقع میدیدم خیلی بهتر میشدم. واو ندر کوارتز خیلی زیاده. خب بچه
بچه ها چقدر کیف داره اینو وقتی میشکنی حس خفنی داره. دیپ 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 یه صدای بال میده. دیپ 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 دیپ. بچه ها الان میتونیم 6 تا بلاک دیگه درست کنیم. 6 تا بلاک دیگه. 13 تا بلاک. 13 تا بچه ها چیکار کنیم بچه ها؟ ندر کوارتز جانم فدای ندر کوارتز. بچه ها هنوز از اولین پیککسمون مونده و تجربهمون 28 ولی شاید بیاریم که گم نکنیم اون پورتالو. من خودم میزنم قشنگ این دفعه کلن با رعایت همه پروتکل های فنی اومدیم اینجا. اگه تر بزنم خیلی مخه. تر که اگه نزنم اپیزود چالنجی نمیشه ولی بازم امیدوارم نزنم که میخوام نشه 100 سال سیاه بشه چالنجی. آخه چه درد میخوره؟ میخوایم یکم کیف بکنیم با بچه ها. نه میخوایم یکم آموزش بدیم به بچه ها. چه باید چالنجی بکنیمش؟ مگه نه؟ ببین اونم با زبان خودش موافقتشو خب وقتشو برگردیم به سمت پورتال. به قرآن اگه پورتال رو گم کرده باشم کار از خودزنی کشیده میشه. اینطوری خودکشی میشه. اصلا مشکلی نیست. میو خب خب الان یه استون پیککس دیگه داریم. الان باید به سمت الان باید حسابی خودمون رو پاره کنیم با تجربه. تجربه بچه من اصلا برای تجربهش این کوارتزا رو نمیشکنم به خاطر اینکه من میخوام برم اونجا بلاک آف کوارتز کلی چرت و پرت درست کنم. به خاطر هم قاعدتا خودمون ذلیل میکنم برای بلاک آف کوارتز. اوره بابا به ما نمیخوری. بریم پایین ارتفاع بگیر بیون. لول 29 فقط یه دونه مونده تا 30. الله اکبر. خیلی چقدر من خوشحالم بچه ها. چقدر ولی من هر جوری حساب میکنم نمیفهمم گل پیککس بود یا گل پیککس. انصافا خیلی چوسی مود. خدا
مرد. مگه پیککس میمیره؟ مرد. خب به چخ رفت، به چخ سگ رفت. ایو ندر گواردز. میو 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 22 تا بلاک آف کوارتز. کجاست پورتال مزخرفمون؟ به قرآن اگه گمش کرده باشم همینجا خودم رو پرت میکنم تو مذاب. همینجا باید تو همین بازه مکانی باشه، بازه زمانیش. خب بچه من برم یه نگاهی بندازم به همون اسکرین شات برمیگردم.